با عرض سلام حضور شما بینندگان گرامی، در پخش زنده تلویزیون کماله در خدمت شما عزیزان هستم. کردستان صبح 4 آبان رو با اعتصاب شروع کرد. استانداری کردستان شامگاه سه‌شنبه 3 آبان با هدف کنترل اعتراضات دانش آموزان تمامی مدرسه ها و دانشگاه این استان را تعطیل اعلام کرد، ولی علیرغم جو به شدت امنیتی شهر سقز، روز گذشته 10,000 نفر از مردم این شهر و دیگر شهرهای کردستان و ایران در آرامستان آیچی شهر سقز بر سر مزار ژینا جمع شدند تا با خانواده وی و همه جانباختگان راه آزادی اعلام همدردی کنند. این مردم معترض در یک گرد همایی کم نظیر جنایات جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و عدالت شدند. همزمان بیشتر شهرهای کردستان هم در حال اعتصاب بودند و تظاهرات در بیش از 30 دانشگاه در ایران هم در جریان بود. امروز هم شهرهای زیادی صحنه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی بودند، به طوری که در شهرهای مهاباد و بانه گزارشاتی از کشته و زخمی شدن به دست ما رسیده. برای گفتگوی بیشتر در مورد رویدادهای اخیر 2 مهمان عزیز برنامه‌مون، رفیق عادل الیاسی و رفیق حسین احمدی نیاز در این برنامه حضور دارند. ابتدا از رفیق حسین احمدی نیاز شروع می‌کنم. رفیق حسین، خیلی خوش اومدید. خوشحالم از اینکه مجددا در خدمت شما هستم و ممنون از اینکه دعوت منو قبول کردید. درود بر شما و تمامی بینندگان شریف تلویزیون جانی کماله. رفیق حسین، قبل از شروع برنامه طی تماسی که داشتیم شما قصد داشتید صحبتی کنی، پیامی داشتید برای بینندگان این برنامه.
بفرمایید پیامتون چیه تا من سوالا رو خدمتتون عرض کنم. من در وهله اول درود میفرستم برای تک تک ملت شریف کردستان، مبارزین ایرانی، کسایی که در سقز، بانه، دهگلان، قروه، کامیاران، کرمانشاه، ایلام، مهاباد، امروز سنندج، تهران، خرم‌آباد، هر جای ایران و کردستان که با دست خالی اومدن و با یک اراده پولادین اومدن، از همین هلند تا تهران و کردستان براشون درود میفرستم. زنده باد. درود بر شرفشون، درود بر تک تک اون بزرگانی که در راه آزادی ایران و کردستان دارن گام برمیدارن، برای مادران شهیدانی که امروز پیکر شهیدان را بدرقه میکردن و دست میزدن و زنده باد و بحث شهید نامری رو مطرح میکردن. این خیلی ارزشمنده. لذا برای تک تک این عزیزان، مادران شهیدان، کسانی که در راه آزادی ملت، در راه آزادی کردستان و ایران در حال مبارزه هستند، براشون درود میفرستم. بله. رفیق حسین، کردستان چه جایگاهی در این خیزش داره؟ همینطور که خودتون هم میدونید کردستان نسبت به سایر شهرها قوی‌تر و متحدتر ظاهر شده. میخوام جواب این سوال بدید که کردستان، جایگاه کردستان در این خیزش کجاست؟ بسیار واضح، مبرهن و مشخصه که کردستان منشأ، منبع و سرآغاز جنبش رهایی بخش ایران بوده است. جنبشی که اکنون به نام جنبش مهسا امینی، ژن ژیان زندگی انقلاب گیسوان یا انقلاب زنان ایران، با شعار ژن ژیان زندگی هست که از کردستان ایجاد شده و منشأ و خلق این شعار ارزشمند از کردستان بوده. در نظر داشته باشیم جای کردستان مملو از مبارزه هست. نه اکنون، 43 سال هست که در جای کردستان، تک تک کوهستان‌های کردستان خون شهیدان وجود داره. جای کوهستان‌های کردستان جای پای پیشمرگان کردستان هست که برای آزادی کردستان مبارزه کردند. درسته که این جنبش اکنون این خوشه های خشم به تمام نقاط مختلف ایران رسیده است، اما در کردستان 43 سال هست وزیدن گرفته و امروز به سان یک رود بسیار خروشان و ارزشمند کل منطقه رو گرفته. من یاد بکنم از یه جمله رو شنیدم اخیراً که مادر مهسا امینی یا ژینا بیان کرده: کل جهان نام مهسا امینی و کردستان رو داره فریاد میزنه. کل جهان دارن شعار ژن ژیان زندگی رو دارن مطرح میکنن. همه جای جهان، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، آفریقا، آسیا، اقیانوسیه، اروپا، همه جای جهان برگرفته از شعار ژن ژیان آزادی است و این عظمت کردستان، این سترگی و بزرگی کردستان و مبارزین کردستان رو نشون میده. کردستان سالیان سال است، نه در این 43 سال، قبل از اون هم 100 سال پیش هم 200 سال پیش مبارزه ای که در کردستان وجود داره به کافی است که ما کتاب‌های تاریخ کردستان رو بخونیم که شاهد مبارزات بسیار وسیع ملت کرد در طول تاریخ هستیم. بنابراین آنچه که امروز ما شاهد این مسئله هستیم، منشأ و مبنا و اساس و بنیان آن از کردستان هست و این افتخار نصیب کردستان شده که سرمنشأ و سرلوحه مبارزات رهایی بخش ایران هست. رفیق حسین، دیروز که 40 مهسا بود، از شهرهای مختلف ایران هنرمندا، ورزشکارا،
شخصیت‌های سیاسی زیادی علیرغم جو امنیتی و تهدیدهای زیادی که نیروهای رژیم نسبت بهشون اعمال میشد وارد شهر سقز شدن برای حضور در مراسم 40 ژینا امینی. نظر شما در این مورد چیه که علیرغم این همه سرکوب و تهدید و ارعاب و وجود فضای رعب و وحشت در جامعه باز هم مردم از اقصا نقاط ایران به شهر سقز رفتن؟ دلیل این اتحاد و همبستگی چی بود؟ ببینید، مردم کردستان متحد هستند چون هدف آنها و فلسفه وجودی خود کردستان و این مبارزات در بینش مردم کردستان مبتنی بر این است که بایستی همبستگی وجود داشته باشه. استقامت مبارزه را سرلوحه شعار خودشونشون دادن، همون برخودان ژیانه، و این باعث شد که توپ و تانک و مسلسل و نیروهای رژیم نتونه جلوی این همبستگی و اراده پولادین ملت کردستان رو بگیره. بنابراین علیرغم اینکه شما همه ما کرد هستیم میدونیم که در سقز چقدر پادگان و نهادهای نظامی وجود داره، رژیم چقدر اونجا رو امنیتی کرده، ولی هیچ کدوم از اونها نتونست بر اراده مردم تأثیر منفی بگذاره و ملت در اونجا خروشیدن. همین امروز آنچه که در مهاباد شاهدش بودیم، آنچه که در بانه شاهدش هستیم، آنچه که در سنندج وجود داره، در دهقلان، یک شهر کوچیک در خود قروه، کامیاران، کرمانشاه، خصوصا مهاباد، بانه و سقز، این یا خود بوکان، اینها نشون میده که مردم کردستان حاضر هستند برای کردستان، برای آزادی، برای برابری، رفع تبعیض و برای پایان دادن به جهل و خرافه، برای پایان دادن به ستم و نابرابری جان خود را تقدیم بکنند. هیچ ترسی از دست دادن جان ندارند. خونی که در رگ‌های ملت کردستان هست واقعا بسیار ارزشمند، اینو تقدیم میکنن به راه آزادی کردستان به ایران و راه آزادی. بنابراین مردم کردستان هرگز نترسیدن و نخواهند ترسید و بازم تأکید میکنم به سان یک رود خروشان، به سان ابرهای سهمگین برای آزادی کردستان دارن گام برمیدارن. رفیق حسین، در ابتدای اعتراضات سازماندهی خاصی به چشم می‌خورد در جریان اعتراضات که این اعتراضات مشخص بود که دارای یه رهبری، ولی نه یک رهبری کاریزماتیک. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا سازماندهی اعتراضات نسبت به اول پیشرفتی داشته؟ در نظر داشته باشیم این اعتراضات خودجوش هست، اگرچه احزاب کردستان به طور کامل پشتیبانی و برنامه‌ریزی خودشون رو مطرح کردن و اعلام کردن و به طبع احزاب کردی خصوصا کماله نزد مردم از اعتبار و جایگاه فراوانی برخوردار هست و همه احزاب کردستانی همه از اعتبار و جایگاه برخوردار هستند و به طبع مردم هم اینو مورد احترام و کرامت قرار میدن. اما با توجه به این که ظلم رژیم جمهوری اسلامی ایران فراگیر هست و همگان خسته از این ظلم، نابرابری و بیدادگری هستند، همه متحد شدند تا برای نجات از این دژخیمان و از این حکومت هیولایی با هم گام بردارند. درست رهبری معینی وجود نداره، اما تک تک جوانان کردستان، تک تک زنان کردستان همه رهبر محسوب میشن. ضرورت نداره که حتما یک رهبر جلو بیسته و دیگران پشت سر اون قرار بگیرن. نه، خود ملت بسیار آگاه هستن، شعورمند هستن و فهیم هستن و خودشون رهبر هستن و عالی دارن تشخیص میدن. اون همبستگی و اتحادی که بین جوانان، بین مردم، زن و مرد وجود داره باعث شده که اینقدر زیبا این انقلاب گام‌های اصلی خودش رو برای
تکمیل و پیروزی برداره. بله. ممنون از شما رفیق حسین. اگه صحبتی دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید. من نکته ای رو با توجه به اینکه من وکیل هستم، نکته ای رو میخوام در ارتباط با وکلای دادگستری در ایران و خصوصا کردستان مطرح بکنم. امروز و دیروز و چند روز گذشته شاهد همبستگی ارزشمند پزشکان در نقاط مختلف ایران بودیم. دانشگاهیان، معلمین، کارگران، همه اینها، بازاریان اعتصاب کردن، خصوصا بازاریان در مناطق کردیش واقعا گل کاشتن، عالی اعتصاب کردن، همه اومدن جلو. اما افسوس فراوان خبری از وکلای دادگستری نیست. ما در حال حاضر نیاز به همبستگی و حضور فعال وکلای دادگستری داریم. از یه طرف هزاران نفر بازداشت شدن، هزاران نفر تحت شکنجه هستند، هزاران نفر به شکل غیر انسانی در بازداشتگاه ها و یا سیاهچال های جمهوری اسلامی ایران هستند و تحت ستم و شکنجه و نابردباری دارن قرار میگیرن، اما خبری از وکلای دادگستری نیست. ضرورت داره وکلای دادگستری ورود پیدا بکنن. حداقل میتونن در جلوی کانون وکلای دادگستری کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان تحسن بکنن، شعار بدن، جلوی دادگستری ها قرار بگیرن. اکنون زمان این اتحاد، زمان این اعتصابه، اما خبری از وکلای دادگستری نیست. متاسفانه شاهدین هستیم وکلای دادگستری جاش فراوانی در کردستان یا کرمانشاه یا ایلام و آذربایجان وجود داره. این وکلای جاش را باید بشناسیم. کسی مثل حبیب الله مرادی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری کردستان که پاسدار بوده و خودش هم علنا اعلام میکنه سرهنگ پاسدار هست، در حال فیلم برداری از تظاهرات جوانان مردم بوده. بایستی این وکلای جاش را شناسایی بکنیم، فردا روز اینها را به دست عدالت بسپاریم، اجازه ندیم اینها دیگه از مردم سوء استفاده بکنن، اجازه ندهیم که اینها فردا روز فرار بکنن به سمت اروپا یا کشورهای دیگه بیاین. سعی بکنیم نسبت به تعقیب کیفری اینها در خود اروپا و در ایران اقدام بکنیم، اینها را به ملت معرفی بکنیم، به جوانان معرفی بکنیم. وکلای دادگستری جاش خائن هستند که الان که یا وکلای دادگستری تبصره 48 هستند که اینها برای اقرار و اعترافگیری زندانیان سیاسی و مبارزینی که در بازداشتگاه‌های غیرقانونی رژیم هستند دارن همدست شکنجهگران شدن. بنابراین باید اینها را شناسایی بکنیم و اینها را به ملت و به مردم معرفی بکنیم که حساب این وکلای دادگستری جاش را اعلام بکنن. وکلای دادگستری بایستی مدافع حقوق ملت باشن، بایستی مدافع راه آزادی مردم باشن. الان ما به وکلای دادگستری احتیاج داریم. اینا که کیلو پول داشتن در می آوردن، چرا الان خبری از وکلای دادگستری نیست؟ چرا گامی بر نمی دارن؟ اگر میگوین قوه قضاییه اجازه نمیده که حضور داشته باشن، میتونن اعتصاب بکنن، میتونن در تظاهرات شرکت بکنن، میتونن مثل وکلای دادگستری ترکیه که 2 روز پیش در استانبول جمع شدن، یا وکلایی که در پاکستان بودن با کراوات اومدن در خیابان اون زمان، الان هم وکلای دادگستری در کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان و تهران میتونن ورود پیدا بکنن و تظاهرات بکنن، اعتصاب بکنن و یا با بیانیه این سرکوب‌های غیر قانونی و غیر انسانی رو محکوم بکنن، در کنار ملت باشن، در کنار بازداشت شدگان باشن و حامی اونها باشن. ممنون از شما رفیق حسین عزیز برای اینکه دعوت ما رو قبول کردید. متشکرم. عزیزان، بعد از دیدن یک کلیپ کوتاه دوباره با شما خواهم بود. مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور!
ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه سال جنایت مرگ بر این ولایت 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 مرگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم امسال سال کوره سیدعلی سرنگون امسال سال کوره سیدعلی سرنگون امسال سال کوره سیدعلی سرنگون مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر خامنه‌ای ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه سال جنایت مرگ بر این ولایت 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 مرگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه نیک هستیم به جنگ تا بجنگیم ما همه نیک. بله عزیزان، همونطور که گفتم در این قسمت از برنامه رفیق عادل الیاسی عضو کمیته مرکزی کماله با ماست. رفیق عادل خیلی خوش اومدید، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. خدمت شما رفیق رضوان عزیز، همکارانتون و همچنین بینندگان این برنامه عرض سلام دارم. بله رفیق عادل، از اتفاقاتی که از دیروز در 40 مهسا امینی روی داد تا امروز که خبرها به دست ما رسیده، 7 تن در بانه و صدها تن هم زخمی شدن. ارزیابی شما از این رویدادها چیه و آخرین گزارشاتی که به دست شما رسیده اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید؟ در واقع سیر حوادث و رویدادهای کنونی که به حق میتونه اون رو خیزش توده‌ای بنامیم، آنچنان سرعتی به خود گرفته که پیشبینی و ارزیابی دقیق اونها کار دشواری است، به خصوص که ابعاد این خیزش همه اینا رو گرفته و همه شهرهای مهم ایران عملاً به این اعتراض پیوستن و حالا ما داریم در مورد خیزش میلیون ها انسان در واقع صحبت میکنیم که خودجوش و با ابتکار خودشون دارن جمهوری اسلامی رو به چالش میکشن. از این نظر هر آنچه که گفته میشه، از جمله از طرف من در این برنامه بهش اشاره میکنم، در واقع تحلیل ارزیابی عمومیه که ممکنه سیر وقایع در صحنه، در میدان به شکل دیگه‌ای پیش بره و این مسائل در واقع هر ساعت تغییر میکنه. اون چیزی که ما میبینیم اینه که اقشار بیشتری بین اعتراضات میپیوندن. شما اطلاع داری و حتما بینندگان هم اطلاع دقیق در این مورد دارند که اوایل این خیزش بیشتر جوانان بودن که وارد عرصه شدن، اونایی که بهشون میگن نسل جدید به اصطلاح، اینا بودن که وارد عرصه شدن، تحصیل کرده ها یا اونایی که دانش آموز بودن، جوانان بیکاری که هیچ امیدی به آینده نداشتن. با گذشت زمان ما می‌بینیم گروه‌های دیگه اجتماعی به این اعتراضات می‌پیوندن، از جمله نسل‌های نسبتاً قدیمی‌تر، اونای دهه 60 دهه 70 ها، و همچنین می‌بینیم که اعتصابات کارگری به نظر من مهمترین
گروه اجتماعی که میشه بعد از اعتراضات اول به این خیزش پیوندن. این گروه دیگه این گروهی هستن که میبینیم که به درجات بیشتری به این اعتراضات پیوستن. معلمان همچنین، دانشگاهیان، اونایی که دانشجویان دانشگاه منظورم، نه مدارس پایین‌تر. مجموعه اینا اینو به ما میگه که امروز اون اقشار جامعه که میبایست به چنین خیزش پیوستن، ولی این واقعیت رو هم باید بگیم هنوز کل نیروی این اقشار مختلف اجتماعی وارد این پروسه نشدن. بخش‌هایی از، به عنوان مثال میگم، طبقه کارگر وارد اعتصاب شدن، بخش‌هایی از دانشجویان دانشگاه‌ها وارد اعتصاب و اعتراض شدن. هنوز همه اجتماع معلمین به این اعتراضات نپیوستن. هنوز ما میبینیم که بازاریان، کارمندان دولتی، همشون به این اعتراضات نپیوستن و اگه این روند آنطوری که تا به حال پیش بره، به اعتقاد من دیگه جمهوری اسلامی حتی با این پتانسیل سرکوبی هم که هنوز در دستشه نمیتونه اعتراضات رو به عقب برانه و نمیتونه این خیزش عمومی رو به قبل از شروعش برگردونه. رفیق عادل، ابتدای اعتراضات که زمزمه هایی بود که رژیم هنوز ظرفیت هایی داره برای بقا، برای نمونه میتونه حجاب اجباری رو لغو کنه یا گشت ارشاد رو برداره. به نظر شما هنوز اون ظرفیت ها وجود دارن؟ بله وجود داره، ولی پاسخ نمیدن. ببینید سوال اینه که آیا جمهوری اسلامی هنوز ابزارهای دیگری رو به جز اونی که تا به حال به کار گرفته در دست داره که به کارشون بگیره؟ این سوالیه که به نظر من پاسخ بهش مثبته. سوال دوم اینه که آیا پاسخ میده این پتانسیل های جمهوری اسلامی اگه هم به کار گرفته بشه؟ در اینجا پاسخ منفیه، به این دلیل ساده که جامعه وارد یک عرصه، یک سطحی از اعتراض شده. دیگه ممکنه حتی اگه جمهوری اسلامی، به عنوان مثال میگم، بخواد آوانسی بده، این به ضررش تموم میشه. بخواد آوانسی نده، بیشتر سرکوب بکنه، بازم به ضررش تموم میشه. معترضین رو بیشتر خشمگین میکنه. به همین دلیل معمولا میگن در خیزش به شکل گیری انقلابات 3 سطح داریم، 3 سطح اساسی داریم. اول اینکه اعتراضات داره شروع میشه، همه اقشار جامعه بهش وصل نشدن. در این مرحله که هنوز گسترده نشده اعتراضات، حاکمیت اگه آوانس‌هایی رو بده، عقب نشینی‌هایی رو بکنه، ممکنه معترضین امیدی داشته باشن که وارد عرصه مبارزه جانانه به اصطلاح نشن. عرصه دومش اینه که حاکمیت در این مورد، جمهوری اسلامی، این آوانس رو نمیده، دستگاه سرکوب خودش امیدواره، با شدت‌ترین شکل ممکن وارد سرکوب مردم معترض میشه و اگه اعتراضات سرکوب نشن و گسترش پیدا بکنن، سوای این که دستگاه سرکوب به کار افتاده، دیگه هیچ آوانسی، هیچ امتیازی به معترضین کفایت نمیکنه و مردم به اعتراضات خودشون ادامه میدن و چه بسا سرکوب بیشتر یا دادن امتیازات تشویق میکنه معترضین رو که ادامه بدن اعتراضات خودشون. در سطح سوم زمانیه که نیروهای سرکوبگر حاکمیت که تنها ابزارش میباشه در این عرصه آخر، دیگه متلاشی میشن، ناامید میشن و به فکر این میفتن که خودشون رو نجات بدن، به دلیل اینکه در سطح بعدی، در عرصه بعدی که رژیم ساقط شد، که اینا دیگه به فکر جون خودشون رو و امنیت خانواده هاشون خواهند بود و عملا دیگه دستورات صادر شده از بالا رو بهش توجه نمی کنن. به نظر من ما داریم به تدریج، هنوز به اونجا نرسیدیم، ولی داریم به تدریج وارد عرصه آخر این اعتراضات میشیم که بر اساس اطلاعات محرمانه که بوده و انتشار بیرونی مطبوعاتی یافته، نیروهای جمهوری اسلامی، فرماندهان نیروهای انتظامی خودشون اقرار میکنن که سطح پایینی های این دستگاه سرکوب نگرانن از وضعیت خودشون
و آنطوری که باید سرکوب بکنن اعتراضات رو، این کار رو انجام نمیدن. در مورد همین اعتراضات امروز که در مهاباد انجام گرفت، من یک مکالمه محرمانه دیدم میان مسئولین انتظامی جمهوری اسلامی که انتشار بیرونی پیدا کرده بود که این معترضن، میگن که وقتی این اعتراض، این موج معترضین به ساختمان‌های دولتی نزدیک شدن، نیروهای سرکوبگر، نیروهای انتظامی که شهرهای دیگری هم به عنوان نیروی کمکی به اونجا آورده شده بودن، اونا نمیخواستن آنطوری که لازمه در مقابل مردم ایستادگی بکنن. این دیگه نشانه هایی است که ما داریم وارد مرحله سوم این پروسه میشیم. بله رفیق عادل، در حالی که شما گفتی به مرحله سوم نزدیکیم و داریم وارد مرحله سوم میشیم، از یه طرف دیگه هم شما و هم رفیق حسین در صحبت‌های قبلیشون اشاره کردن به این که بعضی از اقشار جامعه به این اعتراضات نپیوستن. خب دور نقش به خصوص چپ‌ها در این خصوص میتونه چی باشه؟ ببینیم، ما چپ رو میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. یکی چپ درون جامعه است که به نظر من اساسی ترین مکانیزم این اعتراضات رو این چپ داره پیش میبره. مثلا اعتراض به حجاب اجباری، شعارهای رادیکالی که در کف خیابون داده میشن، آزادی های سیاسی رو میگن، همه اینها، این شعارها ماهیتا مال چپ هاست، چپ های دیگه که سال هاست، حداقل در 4 دهه اخیر مبلغ این بودن. این چپ درون جامعه در خیابون، در دانشگاه ها، در سطح کار، در همه جا دیده میشه و این نقش خودش رو به نظر من آنطوری که انتظار میره داره ایفا میکنه. سازمان میده، شعارها رو تعیین میکنه، مردم رو طوری رو اعتراضشون تاثیر میذاره که به موقع پیش برن، عقب نشینی بکنن، توازن قوا رو بشناسن. به نظر من این تاکتیکای چپ درون جامعه است. بخش دیگری چپ متحزب، من اسمشو میذارم، احزاب سیاسی چپ که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب نتونستن تو جامعه باشن، در شکل احزاب سیاسی مختلف فعالیت میکنن. اونا به دلایل متعددی که میشه مهمترینشون همون سرکوب باشه، متاسفانه نتونستن گره بدن فعالیت‌های خودشون آنطوری که انتظار میره به این چپ اجتماعی که اول بهش اشاره کردم. به همین دلیل تأثیرشون تا به حال تأثیر چشمگیری نبوده متاسفانه. ولی این غیر معمولی نیست. تمام جوامع استبداد زده، اونایی که متحزب یا متشکل بودن و به همین دلیل از طرف حاکمیت سرکوبگر به بیرون از جامعه رانده شدن، زندانی، اعدام هم شامل شدن، اینها زمان میبره که تا دوباره گره بزنن این رابطه مستقیم خودشون رو با جامعه. من امیدوار هستم که چپ متحزب، احزاب چپ متحزب هم بتونن در این دوره گذار که بهش اشاره کردیم وارد مرحله سوم میشیم، بتونن این ارتباط طبیعی خودشون رو برقرار بکنن. این بحثی که من عرض کردم، تفکیک قائل شدن میان این دو بخش چپ، البته شامل همه احزاب چپ نمیشه، این عمومیه، یه بحث عمومی تره. مثلا در مورد کماله این صدق نمیکنه. به نظر من این ارتباط طبیعی و مستقیم یا گره خوردن سرنوشت حزب چپ متحزب با چپ اجتماعی، کماله این رو تونسته در 40 سال گذشته حفظ بکنه، با وجود اینکه سرکوبم در جریان بوده. به همین دلیل ما می‌بینیم در اونجایی که این چپ متحزب رابطه طبیعی خودش رو با جامعه حفظ کرده، با چپ اجتماعی، راهنمودها و نقش عملهاش پاسخ میگیره از سطح جامعه. ولی اونجایی که این رابطه حفظ نشده، متاسفانه می‌بینیم که این احزاب هنوز سیاستشون در درون جامعه آنطوری که انتظار میره انعکاس پیدا نمی‌کنه. رفیق عادل، مطلع هستی که در حرم شاه چراغ حمله رو داد و 15 تن کشته شدن و بیش از 40 نفر هم در این حمله زخمی شدن. در همین خصوص خامنه‌ای و رئیسی 1 ساعت بعد از این ماجرا گفتگوی رسانه‌ای داشتن و هر دو این حملات رو به اغتشاشگرا نسبت دادن، در حالی که داعش مسئولیت این حملات هم قبول کرده. حالا سوالم اینه که این حملات که در ایران هم خیلی پر سابقه نیست، یعنی سابقه زیادی نداشته، به نظر شما آیا امنیت در ایران دچار شکاف شده؟
نه ببینه، من هنوز به این باور نرسیدم که این داعش یا این نیروی دیگه به جز نیروهای خود جمهوری اسلامی این رو انجام دادن. ببینید جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرده طی این مدت که بگه دستهای خارجی، نیروهای تروریسم در قضیه اعتراضات مردم نقش دارند و مردم یا فریب خوردن یا اینکه عملا مزدبگیر نیروهای خارجی هستند. شما تصورشو بکنید داعش چرا باید در چنین مقطعی چنین حرکتی رو انجام بده؟ داعش اتفاقا باید به جمهوری اسلامی کمک بکنه برای اینکه اونایی که به خیابون اومدن حجاب اجباری نمیخواد، زنان هستن، زنانی که داعش میخواد اینا رو برده بکنه. حالا اینا اومدن آزادی میخوان، انقلاب یا خیزش کنونی رو رهبری میکنن. این یک بدترین سناریوی ممکنه برای این نیروی ارتجاعی مثل داعش. خب جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر خودش رو وارد عرصه کرده که این زنان رو و آزادی خواهان دیگر رو سرکوب بکنه. چرا باید جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره داعش؟ باید جمهوری اسلامی تقویت بکنه در مقابل یک دشمن مشترک که زنان و آزادی خواهان باشن. ولی جمهوری اسلامی این محتمل تره، من اطلاع دقیق تر از این رو ندارم، ولی این با عقل، با ماهیت جمهوری اسلامی بیشتر جور در میاد که این رو سازمان داده خودش بگه مردم و جوامع بین المللی اگه شما این اعتراضات رو سپورت بکنی یا معترضین این رو ادامه بدید، اینجا سوریه میشه، اینجا عراق میشه، اینجا یک نیروی سیاه مثل داعش میاد، اگه من به اجبار حجاب رو سر شما میکنین سر شما رو میبرن. ببین این بسیار محتمل تره تا اینکه یه نیروی در دفاع از مردم به اصطلاح یا به عنوان بخشی از اعتراض مردم بیان مثلا جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بدن. به نظر من این فریب رو نباید بخوریم بگیم این داعش این کار رو انجام داده و امنیت جامعه به خطر افتاده، بلکه باید گفت این سناریو خود جمهوری اسلامی، همچنان که خود حمله به زندان اوین هم خود سناریو خود رژیم جمهوری اسلامی بود و می‌خواسته به این شکل حوادث مربوط به اعتراضات رو به حاشیه برونن. این مورد هم به نظر من محتملاً به احتمال زیاد سناریو خود جمهوری اسلامی باشه. رفیق عدالت، جمهوری اسلامی ظرفیت این حملات رو داره؟ بله بله داره، به دلیل اینکه ببین جمهوری اسلامی حداقل هسته اصلی قدرت جمهوری اسلامی سطح پایینایی رو نمیگم، یه سرباز، یه بسیج عادی، اونایی که واقعا میدونن اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه سرنوشت اینا به جز محاکمه مردمی چیزی دیگه اینا خواهد بود، اینا دست به هر چیزی میبرن برای اینکه حفظ بکنن قدرت خودشون رو و میدونن حفظ قدرتشون به معنی حفظ جونش هم میتونه باشه. به همین دلیل اینکه کشتار بکنن به شکلی که برنامه ریزی شده باشه، مثلا یه دسته ای رو بیارن مسلح حمله بکنن به یک مرکز دولتی، در عین حال تعداد زیادی را هم روی خیابون به قتل عام برسونن، این کار رو میتونن انجام بدن و این ظرفیت در جمهوری اسلامی وجود داره. بله. رفیق عادل، به نظر شما آینده این جنبش اگه اعتراضات به همین منوال باشه چیه؟ بسیار دشواره. در اوایل سخنانم بهش اشاره کردم، خیلی سریع پیش میره روند حوادث درون جامعه، به خصوص اینکه در همه ایران در جریانه. ولی یک چیزی رو با اطمینان میتونیم بگیم رفیق رضا، اونم اینه که جامعه ایران دیگه به قبل از اعتراضات بر نمیگرده و جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون حاکمیتش رو که قبلا داشت بتونه حفظ بکنه. بنابراین اگه حتی اعتراضات هم نتونه به نتیجه برسه، به این معنی نتیجه که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، به نظر من یه مرحله رو طی کرده که دیگه نمیتونه خود ماهیت اعتراض یا پدیده اعتراض به عقب رانده بشه. یعنی اگه امروز هم به شکلی در ظاهر خاموش بشه، مدتی زیادی طول نمیکشه که دوباره بروز پیدا میکنن و دفعه بعد دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه در مقابلش دوام بیاره. با این حال من ارزیابیم اینه، البته این ارزیابی یه تحلیل اینه که این اعتراضات نمیتونن جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبش بکنن، ادامه پیدا میکنه
و معمولا هم انقلابات تا به نتیجه میرسن حداقل یه سال اعتراضات عمومی وجود داره. حتی قیام 57 یا انقلاب 57 یه سال بیشتر طول کشید تا رسما رژیم شاه سرنگون شد، بیشتر هم حتی. در انقلاب‌های قبلی هم همینطور بوده. انقلاب اکتبر در روسیه 2 سال طول کشید تا رژیم تزار سرنگون شد و انقلابیون تونستن حاکمیت رو به دست بگیرن. به همین دلیل من امیدوارم و تمام حوادث هم این رو به ما میگن که این اعتراضات ادامه پیدا میکنه در شکل‌های مختلف و امید این که بتونه نهایتاً جمهوری اسلامی رو در همین پروسه سرنگون بکنه بسیار زیاده. رفیق عادل، یک سوال ازت می‌کنم که پرسیده شده که در مورد پیوستن کارگران به این اعتصابات، برای پیوستن بیشتر کارگران به این اعتصابات، برای همبستگی بیشتر اونها در جریان این اعتصابات، پرسیدن که باید چه کار کنن و جواب سوال از شما پرسیدن که چه کار میتونن بکنن که کارگرای بیشتری بیان اعتصابات بفرمایید، به خصوص کارگرای صنایع کلیدی کشور مثل پتروشیمیا و صنایع نفت. ببینید من در موقعیتی نیستم بگم چیکار بکنن. من فقط میتونم به تجربیات تاریخی چنین مواردی اشاره بکنم که چگونه کارگران صنایع اصلی زمانی که به انقلابات یا به تحسنات یا به اعتراضات پیوستن چگونه تونستن سرنوشت کل این حرکت رو تعیین بکنن. ببینید کارگران به خصوص اونایی که در صنایع اساسی هستن فشار امنیتی همیشه بیشتر روشون هست. به همین دلیل اینها معمولا در مراحل آخر، یکی از مراحل آخر حرکت اعتراضی یا انقلاب به انقلاب میپیوندن و کار رو یکسره میکنن. در انقلاب 57 هم همینطور بود، انقلابات قبلی هم همینطور بود. اینا تمام زندگیشون بسته به همون کاری هست که انجام میدن. حاکمیت به همین دلیل بسیار فشار میاره که اینها مثلا سر کار برن، عناصر اصلیشون رو زود شناسایی میکنه، از قبل شناسایی کرده اینا رو دستگیر میکنه، روزمره اینا رو تعقیب میکنه، از خونه که بیرون میرن تا میرن سر و کار و عکسش اینا رو تعقیب میکنه که نتونه با دیگران صحبت بکنن و کار متشکل انجام بدن. ولی صحبت‌های قبلی هم اگه به یاد داشته باشی گفتم وارد عرصه سوم که بشیم نیروهای جمهوری اسلامی و حاکمیت به اصطلاح پراکنده میشن و اینها دیگه امیدی به ماندن حاکمیت ندارن و آماده نیستن سرکوب بکنن. اگه وارد این عرصه بشیم معنیش اینه که فشار امنیتی بر کارگران به خصوص صنایع اساسی کم میشه، به دلیلی که نیرویی در اختیار نداره رژیم که بتونه اینها رو به شکل قبلی کنترل بکنه. به محض اینکه چنین گشایشی پیش بیاد، به محض اینکه رژیم حاکمیت نتونه این فشار رو حفظ بکنه، کارگران این فرصت رو ازش استفاده میکنن و به سرعت وارد تشکل یابی برای شرکت در انقلاب میشن و خیلی سریع هم میتونن مثلا کارخانه ها رو ببندن، اعتصاب بکنن و مهمتر از همه وارد عرصه اعتراضات عمومی که شدن مردم رو بیشتر امیدوار میکنن که حرکتشون به نتیجه میرسه. مردم میدونن که کارگر اعتصاب بکنه، در ایران رو به مثال اگه بزنیم کارگران و شرکت نفت، معنیش اینه که اقتصاد جامعه فلج میشه، معنیش اینه که جمهوری اسلامی منبع اصلی درآمدش بسته میشه، معنیش اینه که نشانه ناامید شدن جمهوری اسلامی به بقای خودش به بالاترین سطح رسیده. به همین دلیل وارد شدن کارگران رو باید از این لحاظ درک بکنیم که اونا پاسیو نیستن. اونا اتفاقا من باورم اینه به خصوص کارگران ایران که عادت دارن به مبارزه و فرهنگ مبارزه جویی درشون هست، فقط منتظرن که با هزینه کمتر که بتونن واقعا کمک بکنن به این مبارزه وارد عرصه بشن و وقتی هم وارد شدن دیگه تکلیف کل اعتراضات رو و از جمله مسئله حاکمیت جمهوری اسلامی رو یکسره میکنن. بله، ممنون رفیق عادل. اگه چیزی داری که بخواد به صحبتاتون اضافه کنید بفرمایید، که سوالی ندارم. خیر، از شما تشکر میکنم برای وقتی که در اختیارم قرار دادید. ممنون از شما رفیق عادل عزیز برای حضورتون در این برنامه. بله عزیزان، مژگان افتخاری مادر ژینا امینی همزمان با 40مین روز کشته شدن دخترش در یادداشتی در اینستاگرام خطاب دخترش نوشته:
تو رفتی و ناگهان 1000 پنجره از 1000 سوی عالم باز شد. کاش بودی و میدیدی جهانی به نامت نامدار نام ژینا شد. و اگر امروز سر پاییم، اگر امروز رمق حرف زدن داریم، از لبریزی دنیایی به همدلی و همراهی با ما بود. من اشتباهی گفتم مادر نیکا، ولی مادر ژینا امینی، صحبت های مادر ژینا امینی بود. امروز هم مادر نیکا شاکرمی در مراسم 40 دخترش در میان جمع حاضران و معترضانی که در این مراسم شرکت کردن گفت که پرپر شدن دخترش باعث شد بذر پاک تفکر، آزادگی، شهامت و شرافت در دلهای دیگران شکوفا شود. ما هم بار دیگر با خانواده محترم ژینا امینی و نیکا شاکرمی و کلیه خانواده جانباختگان این اعتراضات اعلام همدردی می‌کنیم و مطمئن هستیم که اتحاد و عزم جزم مردم کردستان و ایران به فروپاشی حکومت اسلامی و برقراری آزادی و برابری و زندگی بهتر و تحقق شعار تاریخ ساز زن، زندگی، آزادی منجر خواهد شد. گرامی باد یاد همه جانباختگان راه آزادی. تا به هم رسیدن دیگر شاد و سربلند باشید. بدرود. محمد علي